الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساتع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع عزیز و بزرگواران مرچی شوال اولی جمعه ما شما یک ماهی همش با روزه و نماز و صدقات سپری کد مدنی ماه عظیم و بزرگیه الله تبارک و تعالی دهها صدها چی ماه مبارک رمضان و ما شما را کسب فیض و توفیق بدن اما باید انتظار 11 ماه دیگر را بکشیم تا چه فرصتی مجددا ما را الله نصیب بکن 3 فرض بزرگ را در یه ماه شما انجام داد که اکثر مسلمانان و چی زکات همین ماه دیگه شعبان و رمضان در دنیا اسلام روزه نماز زکات بس کردن یه حجی حج هم که نائب حج عمره بسیاری از بندگان خدا
در مکه مدینه هم حج کوچیک انجام دیم، یعنی عمره انجام دیم. باز هم الله تبارک و تعالی علاوه از ماه رمضان روزها مانند جمعه و شبهای با برکت برای ما شما، اوقات نماز، وضو، یه همه برای امت رحمت هم. اگر زورک بزانم و غفلت مکنم دنیا آخرت و تیگا دنیا دون معامله مکنم. ما بشن که ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرة من خلاق. قرآن گوشه که بعضی از بندگان خدا چمنی خدا دنیا لوٹن و آنه هیچ بهره برده قیامت نیست. خلاق آنه بهره، حصه، سهم، هیچ سهمی آخرت نیست. اما بندگان واقعی خدا بشن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. ای خدا ما را دنیا هم توفیق اعمال خیر بده، آخر یعنی اجر و ثواب ما را بده و ما را چه جهنم آتشا حفاظت بفرما. قنا عذاب النار. الله تبارک و تعالی من عرض کو تنها رمضان نہیں، ساعتها از شب و روز الله تبارک تعالی برای صرف برای بندگانی واسه برای بخشش و رحمت واسه اوقات تعیین کرده، مانند شبای آخر است شب، هر شب آخر است هر شب الله تبارک تعالی مخصوص کرده برای طلب و استغفار برای بندگانی واسه. بیبی رابعه بصریه رحمت الله علیها وقتی شب بگوشی الله تمام یہ دنیا بادشاہ شب کی ویسی دروازہ بند کنن بر روی امتا، بر روی رعیتا وطیگا. قانون ہے شب بیتن دیگر تمام ادارات بسته گن، ادارات کوچک یا بزرگ، وزارت خانه کل بسته گن، حتی دربار بادشاہی هم بسته. فاروق ہے کہ آج دیگه بسیار سال گشت گدارتا انوی دنیا بادشاہ فاروق اعظم نه یک شبان برو جوابی بکشن، مردمانی آلا از لابلای کوچه آن و خیابانان بگیرن. ادامه پلیس حقوق گیری ماموریتی هست این عاجزه. فاروق اعظم به وجود تنهایی با یک مأموری به نام اسلم کوچه به کوچه گردی. شاید یکی حالات منا معلومه که برشی چی گذارگی. بعدها اتفاق برای فاروق اعظم پیش کردن که مردمان مشکل هستین، آیا رسایی به فاروق اعظم نرسی. عمر آنی آباد بودی لوگان چه بودی لوگانی لابایش کن که یه مشکل ها و صبح آنها لوٹی داید. این مشکل چی بوده؟ یا بیابانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی اطراف حاشیه مدینه، اما طوری که برای یه بنده خدایی که از راه دور که تو مسافرتی بی جن های شب زایمانی بی حضرت ناچاری بودی بی بیا بودی دواری گا حضرت علی دختر ام کلثوم بارد به عنوان دایه به اون دایه جنبوک بارتی یا جنین چلا کنه. یه درو حضرت عمر که نمین رضی اللہ تعالی. اما خداوند عزوجل درچ نہیں به قول رابعه بصری که الله تمام دنیای بادشاه وزیرانی افسرانی دروازه بسته تا صبح بیدی نمبران ودی عرض حالا برسه بادشاه گرا افسران گرا همین رؤسان گرا مسئولان گرا، اما الله تمام گن دروازه بسته تی دروازه فقط بچی فقط کسی که تو بطلبی و طلب بکن. پس الله رحمت مخصوص به رمضان نه که ما بگوشیم که ما رمضان اگر تهجد ما به خاطر که رمضان بیتیم آیی فقط مزایای بازته. الله رمضان همیشه بازه بر بندگانی واسه.
آن اوقات ایام خاصی هستند که الله تبارک تعالی ضاعفتا مضاعفه چیز کو به بندگان دادی، ولی هنوز ما در روزه پچم باور رو ببینید الله تبارک تعالی نگاه بر همه بندانی که عاجزن، ضعیفن، ناتوانن، ولی به همین ناتوانی در ثبتی که الله تعالی بلند کنه. خدا که من زود شما گورسی کنم. شما تی خیلت هم چاره. فقط دست عاجزی منی الله تعالی بلند کنه، بیچاره من الله تعالی باش ما چی معامله کنه؟ آنچه خود قرآن کشه. قرآن آیه 123 سوره آل عمران علاوه از سوره انفال تا که الله تعالی در رابطه به واقعه بدر آیه زیادی یاری، اما در لابلای قرآن جا دیگه هم در رابطه به بدریان خدا صحبت کن گپ چه ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. اذله معنی شما ناتوانته، کمته، ضعیفته، شما یک 300 نبرته، آن 1000 به بالاته، یک سوم آن شما آمار نرسته. ولی الله شی که من شما را کمک کرد، من شما را نصرت داد، من شما را کمک کرد. فاتقوا الله لعلکم تشکرون. خدا تقوا پیشه بگیره، شاید که الله تبارک تعالی بتی نعمت مزید بر شما نازل بفرماید و شما شکرگزار ببینید الله نعمتانی و خدا بتی نعمت مزید بر شما نازل کنه. یه بدری فرشتگانی که خداوند داد دیم دادن یه زمین سر ملک نهتن دوستان. حضرت مولانا اشرف ولی تانوی رحمت الله فرماش کرد یہ فرشتگانی که یا تا بدر بازه کمک کو یا آ فرشته نهتن زمین سر معمولیت است و خدا آر رو خوایل بده بیا یه طرف ها، بلکه نوکی ملک الله چه آسمان برای کمک رسول الله در بدر تا دیم داد. ما شما باتی کمی خلیل ما چاره. اگر مرچی مسلمانان غزه، مسلمانان فلسطین مظلوم واقع بود، حقیقتا ضبط ما خود مسلمانانه. اگر ما گفتی خدا رجوع بکنیم خدا زود دستشون رو کوتاه کنه. زود الله تعالی یہ آزمایش الله تعالی چمه غفلتانی ما غفلت که نہیں الله تعالی ما رو امتحان کا آزمایش تا دور ده میں توجه به طرف برگردانی تھی. به هر حال عزیز و جان اما ببینیم که ما از پایان ماه مبارک رمضان غمزده ببینیم، پریشان ببینیم که فرصت طلایی چرا از دست ما رفته، ولی باز هم که الله رحمتان در اوقات مختلف امیدوار ببین که نمونه آنی بامگاه بامدادن. یه وقت انچی وقتی ہے که سال 12 ماه خداوند در رحمتا بازم برای انسان طرفا خود رسول الله فرماش کنه. و نبی موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى دست رحمت بتیگا شبان بلند کن به سوی بندگان، پهنی کن به سوی بندگان و همین تا که توبه بکنه آنی که روچا گناه کده، مسیح النهار آنی که روچا گناه کده زود شبا توبه بکنه. الله که من دست رحمت به شما بلنده، شما توبه بکنه من شما توبه نقبول کنه و همین به ما خداوند دست رحمت بتا به سوی بندگان و دیگران بلند کن در روز لیتوب مسیح النهار تا آنی که شبا گناه کده بیان بامداد تیما بانگون تیما توبه بکنه حتی تطلع الشمس من مغرب تا که روز از مغرب طلوع نکته.
یکی از علامت قیامت طلوع آفتاب از مغربه. ما شاگرده روز مشرق طلوع که مغرب غروب که، اما وقتی که تو چارت که روز از مغرب طلوع کنه که دروازه توبه بسته تا چند روزی، تا چند ماهی، چند هفته‌ای که یه حالت بیتن دیگه دروازه توبه بر روی بندگان خدا بسته و آخرین نشانی قیامته، آمدن قیامته. غرضش این وجه که الله رحمت همیشه امیدوار ببین و انسان خطاکاره، چه انسان لحظه، چه زبانی، چه دستی، چه پایی، چه چمانی، اما انسان دانا اما این که اگر روچا خطای گناهی کو شبات الله تعالی بدی توبه تکثیر بکند، اگر شبا گناهی کو تو روچا بدی توبه تکثیر الله درباره بکند تا خداوند تعالی قبل از موتا الله تبارک تعالی آیا چه گناه پاک بکنه و چه گناه الله تبارک تعالی آیا حفاظت بکنه. حضرت سام، حضرت نوح علیه السلام فرزند ہیں. حام، سام چندین فرزند حضرت نوح علیه السلام بود. یکی چون حضرت سامه. از زمان حضرت آدم و موت سام تا حضرت عیسی سالها سال گذرگی، هزارها سال گذرگی و یکی از معجزات حضرت عیسی علیه السلام زنده کردن مرده های. هر کجا که مردم بلوتن با آنان یه معجزه نشانه بدن یا مریضان شفا دادن. ها مرضایی که از دست حکیم و طبیبان لا علاجن، برس قابل علاج نہیں، لکه سفیدی به بدن انسان در که دوستا اشیا قابل علاج نه، جزام که بدتر از آنه. گری که انسان دست بادن بگیری تو کم کم گلران بروان تا انگشت پای، انگشت دست. وقتی انسان مزنی گناه علی دوام بدون توبه انجام ده، خدا بعضی بنده برای عبرت واسه مردان داد. همین به ما برس مریضی هم یک نوع مریضیه، اما یه هر دو قابل علاج نه. اما حضرت عیسی علیه السلام زمانه راحت حضرت عیسی وقتی که دم کد یا دستی با بدن مش باش بوده، برای همیشه باش بوده. وقتی به قبری وقتی که خون باذن الله فوری قبر شگاف پیدا کرد و مرده چه قبر در کرد با گواهی کلمه شهادت لا اله الا الله عیسی روح الله وتی زمان پیغمبره یا وتی پیغمبر گواهی داد. نوح نبی الله. یک بار که حضرت عیسی همی درخواست بیت که تو فرزندان حضرت نوح زنده بگه تا ما بزانیم چی گوشن. حضرت عیسی علیه السلام به امران و امانی که درخواست زنده کرده مرده ها لوٹه که حضرت سامی قبر سر گوشتی و فرمای قم باذن الله. قبر حضرت سام شگاه پیدا کرد و حضرت سام چه قبر در کرد و کلمه گویانه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. تمام مردم گنده. اما نصف ریشانی و سری اسفیت هم. نصف سیاه، نصف اسفید، نصف سیاه. چایا جزبی که حضرت نوح زمانه پیری نبوده، الان تی سر و تی ریش بچه اسفیت هم. گوشتی که وقتی من گوشت قم به اذن الله، من گوشت بلکه قیامت برفا بود. از حول قیامت، از بیم قیامت من سر و ریشان اسفیت هم. یا آن یا لحظه ای همین قم به اذن الله. خیر مکالمه با حضرت عیسی بیته. حضرت عیسی گوشی که نو تی پدر رفته نی کبرا ماترا زنده نکتک تو بیا دنیا زندگی بکنه با ما. نه برگرد. یه نقطه یا توجه کنه چون واقعیت قرآنی تاریخی هم بلوچی گب نه.
چی حضرت سامگوه که حضرت عیسی تو من زنده کو من یادم دنیا سرا با شما گفتگو داره کنگه ولی تو خبر نداره که روی که منی موت یادا چه تلخی آیی سکرات من احساس نکرد اگر من برگرده به یه شرط که من تلخیان تو احساس میکنم سکراتی که من مرگه بعدا احساس کده سختی از مرگ آیا من دوباره احساس میکنم با تلخی من نمیره تو من شرط بده که من پروا نبی من احساس هیچ میکنم من چطور مرده برای من آدم به مرگا از این اما به ما تو مره که تو احساس سکراتی که تو رود اول بودی مرگ رو چکده تو نکنی به همی گفتن ها به همی قول قرار واجه پدا وفات بی کب پدا پس بی رو کبرا پدا کبرا تا گیری اللہ تبارک و تعالی سلسله انبیاء دنیا سرا بعد از پیداش انسان ها به این خاطر جاری کرده که ما خداییت سرا یقین و باور داشته ببین و ملوٹی خدا تو من پیش در کنم من تی خدایی قبول کنم حق خدا ما را داتا چم خدا ما را داتا زمین خدا ما را داتا خدای نشانا ما خوب دنیا سرا گندگی شا کافی برای ما نیازی نیست که ما بشه خدا تو خدا به ما نشان بده چی نیازی نیست آقا عین الیقین بود حق الیقین نبود الله تبارک سے بندہ حق الیقین الوٹی نگند باور بکن نگند باور بکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت یہ مردی کرد و چوتی گناہاں اظہار پشیمانی کنگیں رنج برگیں کہ میں یا رسول اللہ گناہی کتا ہے حالا نظر من توبہ قبول بھی یا نبی تھے ہر دردا علاج ہے ہر گناہ توبہ ہے لکل داء دوا رسول اللہ فرماش کر ہر دردا دوا ہے ولکل ذنب توبہ ہر گناہ توبہ ہے توبہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کام نام یوں ہوتی گناہ دروازہ توبہ اللہ بھئی خاص بات کرنا کہ کل بنی آدم خطاؤن بنی آدم گناہ کنا وخیر الخطائین التوابون بہترین خطاکار بہترین لفظ خدا بکارگیر برای گناهگارا خیر الخطائین التوابون بہترین خطاکار ہما کہ ہوتی خطا سرا توبہ بکنا بزانا کہ ما گناہ کو چه ہوتی گناہ بزانا آئی مثال میں شمار پتا بدیا ابن عمر حدیث گوشی رنده به بیبی عایشه حدیث رسی ہمیں گناہ مسئلہ سرا شیطان تو گناہ قبول نہ کو اللہ کو تو پرچے آدمہ سوچ نہ کرے نہ گوشتی کہ میں خطا کو منی خطا منا ببخش کہ نا انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقتو من طین من چه آدمہ بہتر ہیں تو من چه نورا چه آتشہ پیدا کتا و آدم چه خاکہ پیدا کتا نار چه خاکہ بہتر ہیں چیزیں بہتر ہیں اور روشنائی دیا گئے خدا گوڑ برو برای ہمیشہ جزراندگان دو حدیث میں خدمت شما یارا کہ بہترین انسان ہما گناہ کنا گناہ سر ہوتی گا آگاہ بھی میں واتی گناہ بزانا ہر مردی ہوتی گناہ توجیہ بکن اور قابل بخشش نہیں گناہ دیگا مثل شیطان میں توجیہ میں کنے بعضی مردم یا ہوتی گناہ توجیہ کنا راہ توجیہ برے گناہ راہ توبہ ہے توجیہ نہ دارد
کسی که توجیه کن یعنی وقتی گناه قبول نکنم که من گناه نکردم. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه عبدالله فرزند عمر فاروق قال اتى النبي صلی الله علیه وسلم رجل، یک مردی واجه گرایید. رجل صحابی، یک واجه گره با ایمان که صحابی هم، اما خطا بیچه انسان هم. پیغمبر معصوم الله معصوم کردگا، صحابه معصوم نبودگا، عادل بودگا اما معصوم نبودگا. پرچی اگر خطا کده توبه کده. صحابی ایجا دیوه بودی گناه دلی بودی گناه بودی دلی تا نداشته. چه مردانی چه پیغمبر چیر نداشته، سری پیغمبر خدمت آیاته گا و این خطا چه ما پیش هست. ای راه علاج بمانده. انچه یه صاحب بزرگ بود. رواب ترمذی، امام ترمذی یہ روایت یارا گیا. فقال یاسر انی اصابت ذنبا، ذنب معنی گناه. یارسل من به یک گناهی مبتلا بودم. صحابه درو نشته ننگ نکن، شرم نکن. که بودی گناه اعتراف کن. دست من به گناهی مبتلا بودم. بعد اوشی ذنبا عظیما. عظیم شو دانی چی اوشه؟ گناه بزرگی من انجام دادم. فعل لی من توبه، آیا رسول راه توبه برای من توبه بکنم. سریع رسول خدا یہ علاج کرنا طبیب ہے. فقال هل لك من امه، تی مات زندگی؟ قال لا، شنه وجه من مات مرده. قال هل لك من خاله، تی خاله تی مات گوهار خواهر مادرت زنده ای؟ قال نه، شو وجه منی خاله من تری زندگی. قال فبرها، برای واسه احسان نیکی بکن، برای خدمت بکن. تو هر گناه کبیری انجام داد، یه راه توبه ماتی خاله خدمت کنه، برای واسه خدمت کن. تای خدمت کنه تی مات دل کبر راضی بی، تی مات راضی بود تی گناه خدا مغفرت کن. در دیدانی که ما آسانترین کام چی برای انسان چیه؟ دگر ایبانی ظاهر کنه وقتی ایبانی پوشه. آسانترین کار برای انسان همیشه. من نوعی هرچی وقتی گناه خطا باشه زیر پای نه، پشت پرده نگه داره، ظاهر نکن، دگر گپ کنه بازار رو تنبیه کنی. در حالی که سعدی رحمت الله گوشی که خدا میبیند و میپوشد. سعدی گلستان رو گوشی خدا وقتی بنده گندگی گناه کنه ولی آی ستاری کن گویا گناهی پوشی پرده دای چکاده. بنده نمیبیند و میخروشد. انسان نگیندی چه دگر عشقو جوش جان، سرد کن، سرد دور کن، کب جان، شادی کن، خوشحالی که بلانیا خطای کود بدنام بود. پس بزرگان فرمایش کردن که آسانترین کار برای انسانان نشه که وقتی ایبان پوشی دیگر ایبان ظاهر کرد. چون نه؟ وقتی ایبان ظاهر کرد وقت برو توبه بکن وقت کن خدا رجوع بکن. تا چیکار کن دیگرانی؟ آیا بلغای خدا؟ آیا خطا کن؟ آیا تو پرده چکا بده؟ تو راز ظاهر مکن. اسی باریگان چه عباس ابن عبدالمطلب پیغمبر ناکو که چوک عبدالله نصیحت کرد اگر من شماش منو یاد بدهید تا وقت بو انشاءالله لدی. درست شریف ببانتا. وقتی گناهان مردم به طبیب گورا ببا. طبیب اگر پیغمبران زمان پیغمبر گورا برو، پیغمبران نیم برو عالمانی برو. عالم با تقوا، عالم عامل، بزرگ، ولی هر دا ببا پیش بکن. ان عروه ابن زبیر، عروه زبیر چوکن، زبیر حوامی چوکن یا بی بی صفیه چوکن. بی بی صفیه پیغمبر امه عبدالمطلبی دختره. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر
ماته تر پیغمبر پسر امه پته تر با بیبی خدیجه برازهته هوام بیبی خدیجه براته و بیبی فاطمه تروزت ناکوزته مثلا این شخصیتی بیت زبیر آیشو که نام اوروه آیشو که نام عبدالله اوروه فرماش کرد که بیبی عاشق منی خاله بیبی روایتی با ما بیان کن این امرأة سرقت فی غزوة الفتح در فتح مکه زمانا یه جنی آدمی ها دزدی کرد جنی نام فاطمه مخزومیه قریشیه پیش که خطا چه انسان ها جنی آدمی اولا مردی اگر گناه بکن عیب داری بی جنی و بدتر از همه پس گناه تا دزدی بی این مزنی هر قوم واسطه مزنی ننگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی امت علاج کرد فاوتی بها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جنین واجه خدمت یارد که حضرت یہ جنی آدم دوزی کده نو آل مکه پریشانا جنی مکه مردمه جنی قریشی پیغمبر وتی فامیله تمام یہ قریشانی فامیله اگر اسی دستا ببره بر تاریخ یہ ثبت بھی یعنی آدمی پس قریشی اهل مکه دوزی کده دست بره کده نو حیران بکنن که ما چیکار بکنیم واجه چطور قانع بکنه که کوتا بیه دستا جنی ختم کنه جنی هم حاضر یا پیغمبر دیمان نیست نام هم فاطمه مشهور فاطمه مخزومیه فاطمه مخزومیه چرا هیچ کس گوشک نبی پیغمبر را برویه برا بکن بجز از اسامه زیده چوکه پیغمبر خانواده مردمه ایپت پیغمبر لیوگار رسته مشروط زید ابن محمد متبنا له رسول الله واجه چوک مشهور در مکه خود زید بعد ای چوک اسامه زید بعد غزوه موتا سال 8 سال 6 هجری یا 8 هجری حضرت زید هم به شهادت رسید 8 هجری به شهادت رسید غزوه موتا سرزمین شام زیدا دیم اسامه دیم در کتاب واجه تیه برا شاید بگیری بگوش واجه مهربانی کن چه فاطمه دست قطع کنه کمالو کوتا بیه شما قریش اهل مکه یہ مدنی اولی بھی این گل یہ مونڈکین دست مکه شهر بهتر رہی ہے بخشاتی قریشی جنین دست دوزی کتا بورده وقتی که اسامه که واجه گوشی که را منبر سرا خطبه دا و شما بیوٹے من بنی اسرائیلی پیما عمل بکنم اگر مدنی مردمی خطا کو بخشتے غریبی خطا کو قانون شریعت اجرا کو اس طرح ویسے کہ فاطمه بنت محمد بودین دستم قطع بود اگر منی بودی چوک فاطمه بودین خدا نخواست اتفاق پیش بیاد من چایی هم گذاشتم مرچ دنیای غرب که احکام شریعه پریشانه زندان برن شکنجه دیان پنج کشن یک مرگ بعد صدا مرگ ما دیان برگا جنا یہ عذاب نه شکنجه نه یا شریعت قانون اجرا کنه که صد بار برای مفاسد ببیته چی یه خلاف حقوق بشریه نباید مردم اعدام بکنه روز اول سر چشم شاید گرفتن به میل چپر شد نشاید گذاشتن به پیل اگر یک چشمه سرپس بید تو به شیپه یا ایده گره سوراخه داروگی درش سرده دباده بنده دباده بند بیرو ولی اگر پر بود برا پیل هم بوده رد بود کد نکن سعدی رحمت الله شید سر چشم شاید گرفتن به میل مانا شیپه چو پر شد نشاید گذاشتن به پیل پر بود برا پیل های دیما گوشتاد کد نکن وقتی جامعه پر از فساد بود رنده کرا ای دارک مشکلی روز اول بعد آیی سرا بگیره واجه گوید که نه یه شوی ابر سکی خطا یا بلی
وجه دستور ده فاطمه دست قطع کو فاطمه مخزومیه بی بی عایشه رضی الله گوشگین فقطعت ثم امر بها فقطعت يدها وجه دستور ده دست قطع کو فاطمه دست قطع کو قالت عائشه تو قالت عائشه این بی بی عایشه فحسنت توبتها ای توبه خوب الله برا قبول توبه خوب قبول بود در دنیا عبرت کرد وقتی چه قریش رسول خدای قوم سر نگذه و یه دیگه بود پادم سرا پساریر بکنه دوزی مکنه رازنی مکنه نبود دوزی نبود رازنی نبود قتل صد باب بود و تزوجت رنج دستی قتل کنه بی بی ازدواج کو دیگه مردی گرفتی و کان تاتی بعد ذالک رنج یہ واقعہ فی مدینہ ہے مدینہ دوما پیغمبر لوگ آیا و چه واجہ کمکی دوتے فعرف حاجت الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میرے لوگ آیا و چه مشکل و حاجتی واجہ برا پیش کے حضرت منہ یہ کار منہ کمک بکا واجہ کمک و دستکت کو واجہ واجہ معذر بی بی نقشی نام دستکت مکنے پیش آتا زنا مسئلہ پیش آتا ہے شراب مسئلہ پیش آتا ہے دوزی مسئلہ پیش آتا ہے یہ کیے دانا دانگی پیش آتا ہے بقول پاکشاہ ایک کا دو کا ہی پیش آتا ہے ولی اگر شن جلو نہ گرے بڑا امنیت شارن لابا نہ بھی چونکہ معاشمہ اشکتا ہمیں رمضان ماہ نہ کولر پاش کرتا نہ گوک پاش کرتا نہ پاش کرتا یا بندہ خدای مانگو شہر تی پاسے دوزے گوڑا تو کوشتی رمضان کوارتی پا تو بہتر اسی آپ سے پسا ماں کجا کشا ہمارا پس منی آپوس ہوتا ہے ہمیں رمضان ہے گا پہ مانگ باگ جاتی پاسے دوزہ تو کو رمضان ہے کوشتی وار کوشتی پا تو بہتر ہے چاہے دوزے بھی بارتے من چطور کشا پاس منی آپوس میں پسی ہوتا ہے بورتے پاس یعنی یہ وحشی چیزی امنیت انسان میں بھی جانا مالا ناموسا ایچ امنیت میں بھی کہ اگر یکی دست بار یہ خلاف حقوق بشریت ہے اور مرد مال ایچی مرد ناموس ایچی مرد آبرو ایچی اور ایچ برو بعد فنا برو یہ شعار دنیا غیر میں فری باشن کا مبر ہے رسول اللہ سنتوں زندہ بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جنین کے مدینہ حضرت عمر نے کہ جنین جوانی چا یمن یاتا به مدینه و تنها یاتا اصلا بگیره بیاتی من شد جزگم به تنها بدون مرد تو چطور یاتا یه زدمینا حضرت ما وقتی جوسته لایی بشی باشه من چه یمن تا به مدینه رسه من هر محله رسه من احساس کنم که من یه بازاره یا مردمانی ماتا یا مردمانی گواره همه من به نگاه مادری خواهری کرده من کمترین ناملی در از یمن تا مدینه من کمترین احساس ناملی یه مسیر ندارم هر کجا من رسته من احساس کنم که یه محله مردینانی من گوهاریه یا هاشن ماتا نو حضرت ما رو گوشت شکر الله دیگر و رسول هم یه چیز گوشته کرد و دا گوشته یه زمانی که شما ثبت سو که یمن سرا بکنه بیای به مکه یا مدینه هیچ که دوزش می جلو گفت کرد نکرد ثبت سو سرا بکن آنچه علال اعلام بیا هیچ کسی نزدیکه یاد نکرد یه چه پرچه بی به خاطر اجرا احکام شرعی احکام اجرا کنی اتفاق پیشی و ایشان نیام مگر شک ما را اعتقاد به مقدسین کتاب الله و قرآن مجید و حدیث مبارک رسول الله یا بزرگی به نام عبدالعزیز ابن عبدالله الماجشون بزرگی مشهوری مدنی عالمی بی و چی زمانه مسترین فقیه بی مسترین مفتی بی مسترین اهل تقوی بی عبدالعزیز ابن عبدالله الماجشون چی یاده مرگه توی ما که بمیری مردمان بری با چوکی مردمان بری با بزن که میں واجین پیت موت نون گفت سالا تبار کن بیا واجه گسری بده مولا مردم اعلام کنه که فلان مردم مرد بیا جنازه شا کتاب گوشه سیرت صحابه
سیرت تابعین تا یه تابعین بدونی مردم بی جز تابعین بی گفسالیات و عبدالباسط صفیان نشته دیما تحت چیه سر ییر کو تختایی گا گوست دیگه شد تا یا جای رسی دستا ساکن شد یه رگ بشه جنگی از کل بدن یک قسمتی بدن یه رگی بشه جنگی آی چوکا آدم مردم شما بیا یه مشهور دیگه برای بشه یه رگیشی جنگی چاره ها بشه که اچه شما چه تحت ییر گیزده غسال تحت سرا برنی لوگا تا باند چرین چیه بی یه روز بعد دو روز بعد سه روز مرد بگوشه حالا دکتر دوا چی من نبوده ببرندی دکتر بیچاره ادام بعد این مردم جوری زنده بوده برتن سرخان را داشته مرد که زندگی پیش آدم اتفاق پیش آدم و آن زمانه که 1000 سال پیش واقع و غسال جای آرته که مرد جوری زندگی نمود با یه رگی از تمام بدن آشیده عبدالعزیز ابن عبدالله الماجشون تابعی یا تبع تابعی مزنی شخصیت علمی دی 3 روز بعد مرد پنجم پچ کرد و بشی که منا هیره بده مورن اردو کننتی ساتو ایرانی کننتی هیره چی منا هیره کمو بده یارانتی هیره دی وارد مرد سروار نو نندی شهر نو مرد میجوز کنه حضرت تو یه 3 روزا بیهوش بیته یه تری برتا گسال سرا پشو بدگا خدا رحم میگه گسال بدگ متوجه بیته تری نشولتا کبران دیم نداته حالا تو چیه دیتیه تو کار از خدای قدرتان بتر مده ایمان به ذات باری تعالی بیاره و تی اعمالان فکر رو بگیر و تی اعمالان فکر رو بگیر دنیا به هر حال گذیر رو چه انسان ها به خوشی ناخوشی بله من یه مدتی که بیهوش بودم یه بادی من دید که ما رسول دربار حاضر بودم ما رسول الله دربار حاضر بودم رسول الله صلی الله علیه وسلم دست راست ابوبکر نشته دست چپ عمر نشته دیم په دیم واجه که دو زانو عمر ابن عبدالعزیز نشته عمر ابن عبدالعزیز دیگه فاروق ثانی مشهوره عمر ثانی مشهوره یا ما عمر ابن عبدالعزیزه که بطی ناکو که بارا گشتی که سرگاه لگه کپونا گشت چوکا که زنده کشی نه بابا زنده نزدیک نرهشی چی گوه الله عذابان دچاره تو فکر کده اما ناکو گتی که هر جمعه یا نکاحی کتی پیش که جمعه من شما گشته عمر عبدالعزیز چوکه اور سلمان عبدالملک یہ درو برات تھا یہ مروان چوکا تا 600 سال بنو امیہ حکومتی کنا 600 سال حکومتی کنا بہرحال رسول اللہ دیما عمر عبدالعزیز دوزانو نشتا حضرت ابوبکر چاپ نشتا کو ادب کسا گیا در عالمی که من بیوشم من همین چیزا گنده گرم دست چاپ حضرت عمر نشتا او راز ابوبکر نشتا دیم پا دیم واجه که دوزانو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نشتا بولی یکی جز کو حضرت عمر عبدالعزیز سک نزدیکی کن تو ابوبکر یہ عمر عبدالعزیز تابعی ہے حضرت عمری چوک ذاتانه ولی یه خور چه ابوبکر دیماشی جنگه داستان چیه واجه گوه که حضرت ابوبکر در زمان حقی اجرا کته عمر در زمان حق اجرا کته صحابیان زمان حق عدالت بوده واجه که حضرت ابوبکر در زمان حق عدالت اجرا کته عمر هم در زمان حق عدالت اجرا کته اما عمر هم در زمان ظلم و ناعدالتی عدالت اجرا کته حق اجرا کته یه لازم یه گوه مکم نزدیکتر من شیا خیلی دوست دارم که در زمان ناعدالتی ظلم بنو امیه خیلی ظلم کو حجاج خیلی ظلم کو حجاج حضرت عبدالله ابن عمر هم مسلم کو میدان منا عرفات فرمانده سپاهی شمشیر زر
آلود آیا زخمی بکنه بلی کمی زخم میری تو آنچه بی رمی مرتکه سعید ابن جبیر تابعی بزرگیه صاحب علم و کرامتیه شهید کو اعدامی کو پروایش نکو عبدالله ابن زبیر من خانه کعبه به تو تانکی بس خانه کعبه در دیوار درو پرویسه تا عبدالله به شهادت رسه در زمان ناعدالتی ها عمر ابن عبدالعزیز عدالت اجرا کرد لحاظه این من خیلی دوست خیلی واجه خیلی من دوست هر لحظه هر روز ما را نیاز به توبه به وطن گناهانی طرف بعد ما اقبال توجه بکنیم حضرت خود عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایش کنگی که چطور مردم به طرف بندگی و عبادت رجوع بکنن وقتی میدان ها وقتی مسیر ها صاف بکنه یه روی یه چشم عمره بست شما به قیامت نزدیکتر به دنیا خود دنیا دورتر همین دنیا شما زندگی کنه یه روی گذشت از عمر ما که دنیا ما فاصله گرگه به طرف قبر و آخرت رو بگه شوخی نه یه عمرانی از دست دادن ایشانا ضایع مکنید ایشانا قیمتی بزانید بسیار با کجا اعمال صالح مجبوری دیگه بعد خدا گره دستا بلند که شکر گره اگر خطا بوده خدا گره توبه بکن من غفلت کو من این مبارکی روز 24 ساعت به خطا به غفلت اثر گوست من هیچ توجه نکن حضرت عمر که رسول خدا روایت کنه خود حضرت عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله خبر پر رسول الله رسه دیگه برای مؤمن خط کرمزه من گوشتم شما را عبدالله ابن زبیر کسانی چوکی تولد آیی در مدینه یعنی رسول خدا به قبا رسنگه از البته خاندان هم به قبا یان رسنده وقتی شادی وارد مدینه شهر نرسته بی اسماء زایمان که به عبدالله شرک زبیر چوک واجه خبر دیا که حضرت عبدالله چوکی زبیر چوکی بوده واجه نامی بندی عبدالله فدا واجه آرگا جایی آی دبادن لبز رسول الله رام به شکم عبدالله روز اول تولد همچون ما 6 سال چوکا شیرک دبا بند باشه نوزادین ها یہ وجہ رسول اللہ سنت مبارک عبداللہ به مدینہ دنیا کے اولی مہاجرین کے چوکائی به دنیا کہتے ہیں زبیر ہیں وہ چوکی عبداللہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماش کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توزع عبداللہ گوش کہ عبداللہ وقتی که جنگ یارندی واجه سرابتی که حجامت کرد یعنی رگا جنک ولی خون تازه بی حجامتی سنته واجه حجامت تا سالی یا گشتی همی خونا که واجه حجامت کنگی حجامت واجه سر خون کشته شیشه قارور ایلاپا ها هر کجا دیانت عبدالله ابن زبیر 8 ساله ها بروشن جنات دفن بکن مریچه دفن بکن ظاهرا خون برای چیزی نه ولی رسول الله خون مبارکم بکن عبدالله به 8 سالگی رو دنده یه خون تنگی نریشیده وقتی که واجه جز که عبدالله تو چیه کو کشی واجه من دفن کتا شهری جایی شو واسطن تو نو رسول الله خدا فرمایش کن که یه بدنی که منی خون آلیده ایشه جهنم آتش نسوچ ما را بر پیامبر عبران های فرماشات ها های دستورات ها این قرآن یه فرقی قرآن وحی منزل حدیث وحی غیر منزل قرآن الفاظ خدای الفاظ ہے حدیث الفاظ رسول اللہ کے فرق الفاظ نہیں ہے حکم و یکی اللہ کا قرآن
کلام خود خدایگه، حدیث کلام رسول الله. بعد همین اندازه فرق. رسول الله فرماش کنه من توضع فاحسن الوضوء، 5 وقت شما وضو بگیری، هر کسی وضو بگیری و خوبتی وضو کامل بکن. وضو تا واجب فرائضها، سننها، مستحباتها ایشان رعایت بکن. شی احسن الوضو بشنتی. ثم قال بعد از وضو رو به قبله یا غیر قبله بی هنوز بهتر بگوشی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسول. فدا بوشی اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. ای خدا منو چه توبه کنوکی بنده قرار بده، ای خدا منو چه پاکی بنده قرار بده. وقتی که یک کلمه بگوشی چه گناه خارج بی، گناهی پتهی چه گناه بودی خارج بی. فدا ادام کشگی که فتحت له سماوات ابواب الجنه. و همین کلمه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسوله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. بشگاه بوش تا شدی به نماز هم نرفته و تو لوگه لابد دستیما پاک نگه همین کی الفاظ چه با درته فتحت له ابواب الجنه الثمانیه. فتحت له ثمانیه ابواب الجنه. بهشت هر 8 دروازه شی واسه پاچ. بمی یکی وضو و کلمه آن نماز بجای خود 8 دروازه پاچ من یکی لازم پاچ من. اگر یه روی چتا یه مردمی 30 تا روی برند بهشت. اگر یه واس خاطری در یه شبان روی بعضا اوقات من موت واقعی اوقات خیلی بندان خالص خدا که نماز سران آنی روی که عبد بیتی اکثرا یا اوقات مختلفه 24 ساعت 5 وقتا در مورد چه خارج نمی موت انسانه. ولی اگر با یه شرایط انسان موت واقع بگی که آن نماز واسه وضو بگیری، وضو واسه یه دعا بلوٹی کلمه شهادت بانی، هر لحظه ای که مرد دروازه 8 پسش واسه یدخل من ای شاء چه یه 8 دروازه دیده ای اجازه تو هر دروازه لوٹه برو با. رسول الله فرماش که پدا که رواه الترمذی امام ترمذی شه روایت کنه از علماء بزرگ ایران زمینه، از شاگردان امام بخاری هزاران شاگرد واجه بتا هنچی جلیل القدری میتره. کتاب ترمذی شوخی نه، مدنی کتاب حدیثی. خیلی ظلمه. مثلا ما الان یه جمعه روز یه پیام رسول الله گوش کنه بچه رسول خدا درباره جمعه چی گوشه؟ همین جمعه که ما هیچ بهایی حالا چون ما از رسول خدا گوشته جمعه گوشه که هر جمعه 70 جمعه احساس میکنه که جمعه کامل مردم اساسه بیتن رمضانی گام. ولی جمعه این قدر مهمه. یا مثال شما را بدیم توجه بکنه. مثلا نماز تیمه یا مردمی نماز نه رو نکای جلسه نکای گیرید نکای بنده اصل نماز یا دو نکای نه مردم نماز بندن سارا نماز نه بدی نکای وانه گراد عشای هم میپیما زور هم میپیما هیچ یا نکای بیترو. ولی جمعه اذانش بعد اولی اذان وقت داخل بود مؤذن اذان داد تا پایان نماز جمعه تا آشایلا پایان نماز جمعه هر مردی که برو پای نکاح بنیدی نکاح یا که سالوک بان نکاح فاسد. اگر جنی مردی با وقت کن زنا کنه چه من نباشم کتاب فقهی بشن کتاب تفسیر حدیث تا مولانا صفدر نوشته این واقعه حواله از چندی علماء بزرگی داده. جمعه این قدر مهمه هیچ کاری جمعه جایز نه بعد از اذان از زوال تا نماز پایان نماز جمعه هیچ کار دنیایی نه حتی یه منصوبی لوگی لابا نشته قرآن وانی لوگی لابا اذان جمعه بوده اینا خطبه و مردم مثلا آدوردن لوگا نشته قرآن وانگی یه قرآن آیا لعنت کن یه قرآن آیا لعنت کن که خود قرآن چی که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع تو چطور لوگا نشته ایدان
اما قرآن آیا لعنت کنه نه خاطر یه منی وانه جا ادانه تو من بوانه برو بودم مسجد جمعه این کد مهمه جمعه روچا بعد از اذان لوگه لابا نینده مسجد نیار قرآن وانه قرآن آیا لعنت کنه نکاح بده یا نکاح فاسده اگر آجان مرد را بگره زنا کنه این کد نماز جمعه مهمه اما بالاتر رمه صحابی بزرگ به نام اوس ابن اوس رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت کرد آیت در گوش کرد عن اوس ابن اوس رضی الله تعالی عنه قال رسول الله اگر یه مفتی ما را فتوا یا چیزی بدن باید عمل بکنه پرچه که مفتی حواله کتاب دن کتاب حواله قرآن دن حواله حدیث دن و چه تیبا در نیارگه وقتی خود رسول الله بگه کجا رای کجا بهانه درگیری کجا میدان تا چه رای کجا جای فرار بره با تو درگیری قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها رواه الترمذي رسول خدا فرمایش کو کسی جمعه روچا خوب غسل بکن برو حمام غسل برابر کامل بکن و بکر و ابتکر اول وقت به جمعه نماز بتا به مسجد بیاری برسید و دنا گو امام نزدیک دنا یدنو نزدیک شدن به امام و دنا من الامام گو امام وقتا نزدیک بکن گپان شهر گوش بکن و استمع و نیندک امام نزدیک استماع گوش دادنه و انصت خاموش بودن شما کسی یکی عبر کو و دست اشاره کرد زبان اگر تو ها یا نه نماز باطل ثواب کل چه دست داد جمعه شوخی نه و انصت خاموش بی رسول خدا فتواه فرمایش رسول کان لو بکل خطبه هر گامی که منزل به سر مسجد جنگی اجر سنت صیام یا قیام یک سالی ثواب با نماز شب و روز این یک سالی کامل آیا ثواب روتگی و تعدد رسید هر گام یه سرا چه منزل تا به مسجد جمعه کا بیته هر گام یه سرا یک سالی ثواب نماز روتگی یا کل سالش روتگی داشته شبان تعدیدی بود هر گام یه سرا یا ثوابی نه هر گام یه سرا یک سالی ثواب نماز روتگی آیی واسه خود ملک نوشته یہ رسول اللہ فرماش رواه ترمذی او صحابی بیان کرنے قال رسول اللہ کجا رواه گئی مچی کنے درو ابو لابی جان میں نو گوش کا آپ کا پاسی گا یہ پیام پہ ایک دیگر برسے درو شریف ہم باندھتا ابو لہب پیغمبر ناکو گئے پتے براتنی عبدالمطلبی چوکے ہیں عبدالمطلب آشمی چوکے ہیں آشم ابن منافی چوکے ہیں پیغمبر ناکو گئے جن نامنی ام جمیل ابو سفیانی گوہاریں امیہی چوکے ہیں ام جمیل بنت امیہ اخت ابو سفیان ابو سفیان حضرت معاویه پدریم مثلا این گروه کردین صحابیه تمامی جنگانی تا بعد از ابو جهل مرگا رهبریت ابو سفیان دسته بود تا فتح مکه اسلام یاری مثلا این خاندان مردم پا به پای قومی داد و رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو سفیانی گوار پیغمبر ناکوه جنه ام جمیله سوره تبت یدا ابی لهب و امرأته حمالت الحطب قرآن دی آخر قرآن وقتی که ام جمیل خبر رسی که قرآن منی مذمت یاتا منی گوشت تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه مال و ما کسب سیصل نارا ذات و امرأته حمالت الحطب امرأه من زن یعنی هم ابو لهب مذمت کو خدا در قرآن تا هلاکت ای واسه اعلام بود و هم ای جنین واسه چون جنین سکین بدتینتیه شو کوها وطیز قریشی جنی آدم سرداری چوک رو خارداری درختان
بوری یاری پیغمبر راسل یرگا که واجب به مسئله آرام رو بری کنتیک لگا پودا و همین سبب مرگ آئی به همین بار خار سبب مرگ جمیل با وقتی که یه آیت نازل بوده در مقابل قرآن، در مقابل دعوت پیامبر، در مقابل حدیث پیامبر گردن بلند کنه سخت نیست. این تو در مقابل خدا و رسول یکی گوشتی ده خدا فرمان بگه چه شیطان بالا تنه بدترین چه شیطان آیه نازل بگه که هلاکت برای ابو لهب و آی جنین جمیل. وقتی جمیل وقتی خبر رسید که پیغمبر آیت نازل بوده و همین توهین بوده چی روشیه زورتی از شرین تیزین روی که برابری به طرف پیامبر که هر کجا ما واجب بگنده یه سنگا واجب سرا جنه آیت بر خلاف من نازل بوده. حضرت رسول ابوبکر نشته جنی هم پیدا کن جوز پرسن پیغمبر کجا ہے یکی سویده فلان جا وجه نشته حدیث چی برای تفسیر قرآن بیچاره گل دسته های تفسیر برای چه چی که ابوبکر چه دور دی وشی وجه جمیل پیدا کن برای چی وشی یک زهر آلود پی خشمناک پیدا کن و دوی که ها شهرینی دسته های وجه گه که نه تو پریشان بود خدای کور کن وجه گه ابوبکر پریشان بود با جمیلی آقا خدای کور کن چمو جوش جنان پیدا کن رٹان پیدا کن برخلاف من آیت نازل کده شعری پا ما نمیشه آیت قرآن که شعر پا ما شعر یاد کده توهین منی کده نزدیکا که پیغمبر باید تسلده تو ایش بگه تو بگه سر بیچه تو چیه گنده بیچه تو چیه گنده نزدیکا که الله تبارک تعالی ملکی دیم آده پردای چمانده تنها ابوبکر گندگی رسولانه گنده اب وقت تی امرا کجا تی رفیق خوده نش تی رسول کجا تی رفیق تی امرا کجا چه خیره و مجبور تو چه ترون دبر کنه روی که برابر دسته ہے چی منی پشیر منی توهین کده اور نه بیبی تی توهین نکده تو ناراحت مبود نابر گویا بریم پیغمبر ایش نکنده هم دیگه ندیدی واجه برگشته واجه قرآن وانت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورا قرآن بسه وإذا قرأت القرآن وقتی رسول تو قرآن وانه دشمنان تو یا ترى آزار برسینه جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون در من تو و دشمنان تو که ایمان نداره حجابا مستورا پرده من دیم ترى نگیندنگی جان جوش چنان رحمتی را رسول الله صلی اللہ پیغامان رسول الله سیرت رسول الله فرمایشات شعین قرآن شعین قرآن شان کمو جدیتر ما شما باید بگیریم من گوش شما را یا 5 دقیقه وقت رو با انشاءالله خطبت ہے حضرت عباس پیغمبر ناکو گئے آیا جوانی چوکی ہے به نام عبدالله برای فرزندان بودیگان مهربان ببین مانند عباس و عبدالله مانند عبدالله و رسول الله بودی ناکو زهتا حضرت عمری خلافت حضرت عمر عباس عبدالله یاری وقتی کشان اندینی یه دیگه صحابه اعتراض کنه مانند عبدالرحمن ابن عوف و همسالون که از این چه داستانی عبدالله می چوکانی همسروی که بچه واجه وفاتی ها حضرت عبدالله عمر 13 سال حضرت عمری خلافت 5 سال دیگه گذشته 2 سال نی حضرت عمر خلافت بوده یه 15 سال بوده 3-4 سال تو دیگر بگیر 2 سال دیگر تو بگیر یه بودن تا 17-18 سال 17-18 سال حضرت عمر یه نوجوان یارو بود کشان نمیدونی چه مشوره گیری چه عبدالله
نو عباس وقتی چوکا نصیحت کن من بیت من فرزند عبدالله حضرت عمر به عنوان خلیفه ترا کشان نگه چه تو مشوره ترا بودی مشاور قرار دیگه ولی 4 نصیحت ترا مکنم نسبت به خلیفه یہ من نصیحتاں شر گوش کن بسیار خطا نکنی آن نصیحت کدومه اولش اجبا گو خلیفه دروغ مبند خلیفه امیر المومنین زمام امور یک دنیا اسلام به دست عمره عمری گره دروغ مبند سابقه خراب مکن بدر بعد عمر حضرت عمر تراوتی مشاور قرار داده دروغ نبندی عمری گره راستیه برا بگوش کچکوج مکن یک دوم غیبت رعیت حضرت عمری گره مکن نکنه یکی غیبت ها کنه حضرت عمری گره آیا اذیت آزاری برسی از زبان تو غیبت به نام رعیت بر علیه رعیت پیش خلیفت المسلمین مبی منی عباس تی پدرم واجه رسول الله ناکوگم منی یه بار شهر گوش کنم حضرت عبدالله گوش کنم سمی وجه چیه؟ چی رازدار خلیفه ببو راز خلیفه دنده مباش هر چیش کده چه خلیفه تو دل وقتی بداره رازم شم پاش مکن حضرت انس رضی الله تعالی فرماش کنه یه روچی واجه من لوٹایی دیر من دیم دا جایی انس برو فلان کار انجام دی رسول الله چی من رفتم بیگاه بود من لوگا رفتم من پریشانی که مرچی انس رفته گاره انس هم نوجوانی بیگاه که من یادم لوگا من ماتا من جوز کو من تو مرچی گار بوده کجا بوده تا رسول بوده کجا چی من یه جای کاری معمولیتی دیم دا من رفتم دنبال ما کاری رسول من فرماش کرد گوشی من چه گولا کار چیه؟ گوش کن گوشی یه رازی رسول الله گوشته که یه کسا گوشتگی نه چی من چه وقتی رسول الله گوشته یه رازی و راز محکم بدار راز رسول الله بگه چه ما گوشت رازدار بده حضرت عباس و چوکا گوشته که پدر جان رازدار خلیفه بگو 4 خیرخواه خلیفه بگو بدی خلیفه ملوت آیا ترا احترام قالی تو آیم خیرخواه بگو مثلا مشکل میں ہمیشه کسی که میں منعمه میں سر احسان کن به ما محبت کن ما خیانت کنی چیه رکن ادانی که نه دینی مانی نه ملکی نه مملکتی مانی یه دور شکست حکومتان همین وقتی مرمی مردمان رازداری نکنه خیانت کنه خیرخواه نبن 1001 مشکل دولتان پیش آگه وقتی خاصی مردمان چه حضرت عباس جو که نصیحت کنی خلیفه خیرخواه ببو بدخواهی مبو حضرت عبدالله پدا گوشی شاگردان کشنگی چی به خدا قسم یه 4 نصیحت که میتونه منا کده برای هزارها نصیحت برای من بهتره که همین نصیحتی پدا که من کدم من عمل کو حضرت عمری خلافت ما این مشاورت هم حضرت عثمان 12 سال خلیفه ماشین مشاورت هم حضرت علی زمان ما مشاورت هم در پایان خلافت حضرت علی من متکش من گوشم منا اجازه بده من شما درباره حاکمانگاه خلیفانگاه نیا من رو درس حدیث دیم چی منی آخری عمر من متا یکی رکشه تو را واجه شروع کو در مسجد درس حدیث دیا در حدیث شروع کو چی منی بهترین زندگی همیشه نو من یه آخر عمر رو دیگه یاده با درس حدیث شروع کو درس دیا الله تبارک و تعالی جزای خیر شما رو بده بازم به شما گوشم قدم ما شما به دنیا یک لگی هر روز که از عمر ما شما بگذاری یعنی یک قدم ما شما گو قیامت ها گو الله نزدیکتر بگه و همین به ما گو دنیا دورتر بگه خصوصا دوستانی که عمری الله گفته که دیمه فکر را بگم پشت شد دیگه آیا باید ما اگر خطا لغزشیت آی جبران و جبران جناب رسول الله صلی الله علیه و فرموده فقط توبه و توبه و توبه به خدا رجوع
و تی خطا ولاد جا گوتی خدا ظاهر کنه خدا آمه اسرارن جایی رو که الله تبارک تعالی عاقبت ما شما بخیر فرمایید و ان شاء الله تبارک تعالی ماه رمضان مبارک عبادتان شما قبول فرمایید. خدماتی که شما برای مدرسه انجام داد ان شاء الله العزیز در هفته آینده من کامل گزارشی گیرم چین جو کار برای مسجد انجام بوده و چین جو شما کمک کردید رمضان لابا چون جنبندی من نکته شدی ان شاء الله العزیز من قطعا و تی واجنی خدمت رسیدنی و بعضی ماه رمضان شما همکاریان من دعاگوان راضیم خداوند تبارک تعالی شما دوستان جزا خیر بدن و ان شاء الله همیشه راه دین را برابر انتخاب بکنید که راه غیر دین جز از خسارت و چیزی دیگه برای انسان همراهی نکنه و سلام علیکم.